با سلام، نحوه ساخت فاکتور برای جدول ران تایم. یه دونه سی انتخاب کنیم، جدولش رو نگاه میکنیم، ببین این جدول فاکتور داره، تیک میخوره و کلیک هم چشمک میزنه و این فاکتور نداره. میخوایم برای این فاکتور بزنیم، مثبت رو میزنیم، به فرض مثال میگیم محتواشو ضرب در 2 کن، به اضافه 10 کن. اینجا هم اعشارش هم صفر، این اعشار است که چند رقمی باشه. یه اسم هم بهش بدیم. این اسم خیلی مهمه، چون بعداً بخواید از لیست کدوم فاکتور رو برای کدوم جدول انتخاب کنید خیلی مهمه، چون شما هر فاکتوری که دارید ثبت می‌کنید برای این شارژ کویل هست. به هر چیز داره اینجا 10 تا باشه، برای همه‌شون 10 تا اون 10 تا ظاهر خواهد شد. ثبتش کنیم، ببینید ضرب در 2 شد، تقسیم به اضافه 10 تیک برداریم، حالت عادی میشه. حالا میایم فاکتور دوم دیگه تعریف کنیم. اگه این رو ببین اینجا مثبت بود قبلا چون هیچ فاکتور تعریف نشد، ولی الان منفی شد، یعنی داخل لیست فاکتور هست. میتونیم یه فاکتور دیگه تعریف کنیم، فاکتور واقعی شارژ کویل باشه، 0.30799 که بالا شارژ کویل هست. اینم بدیم 0 که هیچ آفستی نداره و این اعشارش هم بدیم 1. اینو بدیم شارژ، اسمش رو بدیم شارژ. البته برای اینکه یک فاکتور دیگه ثبت کنید حتما با این مثبت رو بزنید که اینجا یا اینجا نیو بشه یا اینکه این ثبت خودش تبدیل نیو میشه. حالا فاکتور رو ثبت می‌کنیم 0.03079 ضرب حالا به اضافه 0 نداره، به اضافه و این هم اسم بهش بدیم شارژ کویل 1. ثبتش میکنیم. الان ما 2 تا فاکتور تعریف کردیم، ولی اون آخری که ثبت کردیم برای این نشسته اینجا. نگاه کنید، این اولی هست، اینم دومی هست. این اسکرول کنید ثبت نمیشینه، فقط نمایش داده میشه که اگه انتخاب کنید چه تغییراتی روی این داده میشه، ولی اگه ثبت رو بزنید روی این میشینه. ما الان این رو قرار دادیم، یعنی اگر این دامپ رو شناسایی کنیم مجدد این ثبت شده، ولی اگر اسکرول کنیم به این رو انتخاب کنیم، یعنی اینکه پیش‌فرض ما همون بوده. اگه شناسایی کنیم ضرب ها رو نشون میده که اون فاکتور شارژ کویل نیست. حالا ما بریم واقعی رو انتخاب کنیم، عدد واقعی ثبتش کنیم به این شکل. این حالتی هست که برای جدول ما میتونیم شارژ کویل رو ثبتش کنیم. برای اینکه این کارهای چون این کارهایی که شما انجام میدید با آپدیت از بین میره دیگه، برای اینکه از بین نره حتما یادتون باشه که این رو تیک همه اینا رو بزنید، از طریق پشتیبانگیری فرمول رو تیکش رو بزنید، ذخیره پشتیبانگیری رو حتما انجام میدید، وگرنه دامپش رو اون کارهایی که شما انجام دادید رو از بین خواهد رفت. برای همین پشتیبانگیری رو انجام بدید که بعداً که آپدیت جدید رو زدید از طریق بازیابی اون رو برگردونید سر جای خودش. به این صورت میتونید برای کارهای دیگه، برای اینجا مثلا فاکتور تعریف کنیم و اینجایی که ما استاندارد قرار دادیم دیگه نیاز به فاکتور نیست، فاکتور ثبت شده ظاهر نمیشه. برای جاهایی که فاکتور قرار ندادیم، مثلا برای این قرار ندادیم، میتونید فاکتور ثبت کنید اینجا و برای این به صورت فاکتور بتونید تغییرات اعمال کنید. فقط یادتون نره که پشتیبانگیری رو حتما بعد اتمام کارتون، یعنی که اگه خواستید آپدیت بدید انجام بدید تا اینکه این کاری که فاکتوری که ثبت کرده از بین نره. موفق باشید.